به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. جلسه دومی است که ما سخنانی میگیم درباره کتاب پندار خدا که اسم این کتاب حقیر پندار داوکینزه. در این فصل که فصل اوله و بعد از پیشگفتار شروع شده، تحت عنوان یک کافر عمیقاً دیندار این فصل رو آغاز کرده. در این فصل یک قسمت زیادیش مربوط به آراء انشتن، پروفسور انشتن، آلبرت انشتن، که به اون رسیدگی خواهیم کرد. در ابتدا و سرفصل این باب جدید ایشون از انشتن یه سخنی نقل کرده: من نمی‌کوشم خدایی شخصوار را تصور کنم. شگفتی از ساختار جهان تا آنجا که به ما توان کافی برای درک جهان بدهد کفایت می‌کند. آلبرت انشتن. اولا باید گفت که از انشتن سخنان گوناگون نقل شده. حتی خود این نویسنده سخنان مختلف از انشتن نقل کرده. که ضمن بحث اون سخنان رو ما میاریم. ولی در اینجا نکته‌ای میخوام بگم و اون این است که خدای شخصوار از سوی بعضی از دانشمندان انکار شده، نه خدا انکار نشده، خدای شخصوار انتخاب شده. چرا؟ به دلیل اینکه در تورات که به نظر ما تمام قسمت‌هاش اصیل نیست و مخصوصاً اون داستان‌هایی که در تورات آمده در ابتدا در سفر تکوین پیدایش اصیل نیست، چرا که در تورات تصریح شده آخر باب تثنیه که موسی مرد خدا مرد و بنی اسرائیل او رو در بیابان سینا دفن کردند و قبر او رو گم کردند و تا امروز کسی نمیداند که قبر اون مرد خدا کجاست. بنابراین کاملا معلومه که این تورات بعد از موسی نوشته شده و دقیقاً خود موسی این رو تألیف نکرده. بنابراین ممکنه و قوی هم هست که بسیاری از قسمت‌هاش تعالیم موسی است، ولی خیلی داستان‌ها هم درش اضافه شده که نمیتونه مال موسی باشه. در اون سفر تکوین خدا انسانوار ترسیم شده. حتی نوشته که خدا انسان را به شکل خود آفرید. خدا پشیمان میشه از خلقت آفرینش. خدا ناآگاه فریاد میزنه ای آدم و حوا. وقتی آدم و حوا خودشون رو لابلای درختان بهشت مخفی کرده بودن، از ترس اینکه خدا عریانی اونها رو نبینه داد میزنه کجا هستید ای آدم و حوا؟ نمیدونه کجا هستن. و همینطور در مسیحیت خدا به صورت یه انسانی که مسیح باشه تجلی کرده و بین مردم آمده. در ابتدای انجیل یوحنا آمده که ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود. بعد اون کلمه که خدا بود به صورت یه انسانی متجسد شد و آمد به شکل مسیح در میان ما ساکن گشت، پر از نور و راستی. بنابراین در مسیحیت خدا انسان شده، در یهودیت انسان خدا شده، یعنی خدا شکل انسانی به خودش گرفته. طبعا دانشمندان بر نمیتابند چنین خدایی رو که میلیون ها و کهکشان آفریده، یا آدمکی تصور بکنند که این جهان به این عظمت رو اینا آفریده. اما یکی از دانشمندان
که یک فیزیکدان بزرگ امریکایی هم هست و خداشناسه، اون تصریح کرده که علت این که بسیاری از دانشمندان انکار خدا میکنن این است که از اول کودکی خدا شکل انسانی تو ذهنشون داره. تو کلیساها اینا اینطوری تعلیم میدن. به تدریج که بزرگ میشن و رشد میکنن و عالم میشن و با این جهان با عظمت روبرو میشن، اون خدای انسانوار از ذهنشون حذف میشه. اما این در همه ادیان اینطور نیست. اسلامی که میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا اول، خدا آخره، خدا ظاهره، خدا باطنه، با معنی عمیقی که این کلمات داره. اسلامی که میگه لیس کمثله شیء، خدا انسانگونه نیست مانند از کم انسان ها، بلکه مانند هیچ شیئی نیست. قرآنی که میگه الا انه به کل شیء محیط، اون یه علم محیط بر جهانه. بنابراین قرآنی که میگه که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نه زاده شده از چیزی نه چیزی از او زایش پیدا میکنه و احدی همتای او و مثل و نظیر او نیست، طبعا اون مشکلات رو فراهم نمیکنه. و همین جهت است که فلاسفه اسلام، دانشمندان اسلام در این دوران 1400 ساله گرفتار این شبهاتی که بعضی از متفکرین غرب نشدن، چون تصورشون از خدای تصور معقولی بوده، نه یه تصور آدمگونه. مگر اینکه بعضی از مثلا فرقه های باطل و عرض کنم که خرافی تصوراتی داشته باشن که اون ربطی به عامه متفکرین بزرگ اسلام و برجستگان مسلمان ها، چه از سنی چه از شیعه، نداره. این یه موضوع دوم این که تکیه کردن روی عرض کنم که جناب اینشتین به عنوان اینکه او خدا باور نبوده، با توجه به سخنان مختلفی که از اینشتین نقل شده نمیتونه یک امر 100% باشه. به عنوان نمونه کتابی از اینشتین ترجمه شده که یه مترجم قوی دست فارسی این کتاب رو ترجمه کرده. این کتاب به اسم جهان و اینشتینه که آقای احمد بیرش که از مترجمان خیلی قوی و عرض کنم که پخته بوده این رو ترجمه کرده. این کتاب رو لینکلن بارنت نوشته و خود اینشتین مقدمه‌ای در این کتاب نوشته و این کتاب رو تأیید کرده. در صفحه 123 از این کتاب اینشتین نوشته، مطالب مختلفی نوشته که من همه اینا رو میخونم. نوشته باید دانست که چیزی وجود دارد که ممکن نیست ما به کنه آن پی ببریم و به صورت بالاترین کمالها و خیره کنندترین جمالها تجلی می کند. حالان که استعدادها و حواس محدود ما جز به درک مقدماتی ترین و ساده ترین صور این کمال و جمال قادر نیستند. این دانش و این حس را باید در ایمان واقعی جستجو کرد. باز گفته مطالعاتی که از جنبه مذهبی برای درک حقایق جهان شده است نیرومندترین و شریفترین شاهفنر تحقیق و تتبع علمی است. خود بارنت گفته غالب دانشمندان وقتی از اسرار جهان و نیروهای شگرف و مبدأ و منشأ و نظم و ترتیب و هماهنگی آن سخن میگویند سعی میکنند از گفتن کلمه خدا اجتناب کنند. اما اینشتین که معروف است منکر خداست چنین نیست. وی میگوید مذهب من تکریم جوهر اعلای بی حد و انتهایی است که در هر جزئی ترین چیزی که ما با عقل ناچیز و ضعیف خود درک میکنیم تجلی میکند.
یعنی یه حقیقتی، یه جوهر نامتناهی که در نظام عالم تجلی کرده، نه اینکه خود نظام عالم اونه. آنچه من از خدا تصور میکنم، علم یقین به وجود یک نیروی عاقله بالاتر از خیال و قیاس است که در دنیای بیرون از فهم ما مشهود است. یه نیروی بالاتر از تصور ما که عالم تجلیگاه اوست، نه خود او. برای اینکه این آقای نویسنده ما اصرار داره که بگه که همین نظم جهان بوده که اسمش خدا گذاشته، در صورت که در این کلمات دیدیم که اینشتین یک نیروی فوق عالم رو تصور میکنه که جهان تجلیگاه قدرت و علم اوست، نه خود او و با او متحد نیست. خب حالا فرض کن از اینشتین سخنان گوناگون نقل شده، نه از باب تحقیق، نه عرض کنم که این قسمت های مثبت رو ما استناد بش میکنیم، میگیم پس به این دلیل خدا هست که چون اینشتین چنین گفته، نه در واقع اون قسمت های منفی رو که داوکینز مطرح میکنیم. ما تابع دلیل و برهانیم. اینشتین گفته خدا هست پس خدا هست، اینشتین گفته خدا نیست پس خدا نیست، این که برهان نشد. اینشتین هم یه فیزیکدان بزرگی بوده، بسیاری فیزیکدان ها بودن که معتقد به خدا بودن، در حالی که ما نمیخوایم بگیم خدا هست به دلیل که اونها بودن، ما میگیم برهان خداشناسی ببینیم چیه. مثلا به عنوان نمونه، چون در این فصل این آقای داوکینز روی این موضوع خیلی تکیه کرده، عرض کنم که ما به عنوان نمونه ماکس پلانک رو که نظریه کوانتوم رو اظهار کرده و این کتاب ترجمه سخنرانی ها و مقالات اوست که آقای مرتضی صابر ترجمه کردن، قسمتی از این کتاب رو میخونیم، میبینیم این هم یه فیزیکدان خیلی بزرگ و مشهوره. در صفحه 177 ترجمه سخنرانی است که ماکس پلانک در یک کنفرانس علمی کرده. اونجا میگوید که در صفحه 177 این کتاب، در هیچ جا میان دانش و مذهب ناسازگاری نمیبینیم، بلکه در نکات اساسی همگرایی هم مشاهده میکنیم. آنچنان که بسیار از هم اسران ما میپندارند یا بیم دارند، مذهب و دانش نافی یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. برجسته ترین دانشمندان مانند کپلر، نیوتن، لایبنیتز در این حال مردانی عمیقاً مذهبی بودند. این بخشی از سخنان ماکس پلانک. میگه مسئله وجود و ماهیت قدرتی برین و حاکم بر عالم، نه خود عالم، میان مذهب و دانش مشترک است و در این موضوع جوابها لااقل تا حدی مقایسه پذیرند. به هر حال این پاسخها با هم تناقض ندارند. میبینید میگه قدرتی برین و حاکم بر عالم، نه خود عالم. برای که ایشون خیلی اصرار داره که بگه که مراد دانشمندان همین نظم این جهان بوده از خدا، نه قدرتی حاکم بر عالم، در صورتی که این تصریح داره که قدرتی حاکم بر عالم. این صفحه 175 همون کتابه. از این که بگذریم، یه فهرستی از دانشمندانی که اعتقاد به خدا داشتن اینجا در دست منه. یکی کپلر، یکی گالیله است، دانشمند شهیر ایتالیایی، یکی رونه دکارت، یکی نیوتن، دانشمند مشهوره، یکی لایبنیتز که فیلسوف بزرگ آلمان بوده، یکی عرض کنم که همین ماکس پلانک، یکی فارادی دانشمند انگلیسی. به هر حال از این دانشمندی که مندل
که پدر دانش ژنتیک بوده و کشیش مسیحی اصلا بوده، یا مندل. به هر حال این دانشمندان هم نظایر اینا زیاد بودن. ما هم قصد لشکرکشی نداریم که بگیم اینها چون معتقد به خدا بودن پس خدا هست. ما میخوایم ببینیم که این آقای داوکینز ما برهانش چیه در نفی خداوند. بنابراین این فصل رو جلو میریم. میگوید که این فصل رو اینطوری شروع کرده: یه پسرکی روی چمن خوابیده بود، یه مرتبه نگاه میکنه زیر دستانشو، میبینه چقدر جانوران زیبای مختلف هستن، چقدر گیاهان قشنگ هستن و سرشو بلند میکنه، جهان طبیعت رو نگاه میکنه. یه مرتبه به فکر یک هوشی که این جهان رو ساخته و اینها میفته و خداپرست میشه و کشیش میشه و معلم ما میشه در کودکی یا در دوره دبیرستان. و ما چقدر از این خوشمون میاد و اینها. ولی من این احساسات رو چرا پیدا نکردم؟ منم حیوانات رو نگاه کردم، نباتات رو نگاه کردم، این احساسات پیدا نکردم. خب این دلیل بر این نیست که حتما احساسات اون غلط بوده چون شما پیدا نکردی. ممکنه مال شما غلط باشه. اینا همش ظنیه. ممکنه مال اون غلط باشه. باید دیدیم دلیل طرفین چیه. مشهوره، میگن که نیوتن در یه باغی نشسته بود، یه مرتبه دید یه سیبی از باغ افتاد، از درخت افتاد. رفت و فکر که این سیب چرا افتاد؟ چرا پرواز نکرد، بالا نرفت، چرا به طرف زمین افتاد؟ بعد گفت خب ارسطو میگه که زمین مرکز هر چیزی، همه اشیا میل به مرکز دارن. گفت خب خود زمین چرا میل به خورشید نداره؟ مثلا به طرف خورشید جذب نمیشه. یواش یواش این فکر جاذبه درش پیدا شد. خب هزاران نفر هستن که در باغ‌ها دیدن سیبی گلابی از درخت افتاده، به فکر جاذبه عمومی نیفتادن، کشفم نکردن. بنابراین اگر اون کشیش از دیدن این نظام متوجه خدا شده، بعد معلم شما شده، نمیتونی بگی چون من اون احساس رو پیدا نکردم پس اون غلط فکر کرده. نه خیر، ممکن اون درست فکر کرده باشه، شما درک نکردی این رو. تازه ما نمیگیم که چون اون کشیشه معتقد به خدا شده پس خدا هست. همونطور که تکرار کردم ما باید ببینیم برهان طرفین چیه که حالا به اون خواهیم رسید. منتها اینا رو ایشون میگه که به عنوان اینا بحث‌های تبلیغاتیه، نه بحث‌های برهانی و منطقی. کتاب رو اینطوری شروع میکنه. همونطور که در اون پیشگفتار من ثابت کردم که همش حرفای تبلیغاتی میزنه، تحریک بکنه افراد رو به بی خدایی، نه اینکه برهان بیاره. در این فصل هم همینطوره. رفته رو انشتن که بله انشتن معتقد به خدا نبوده، خدای انسانوار. ما هم به خدای انسانوار معتقد نیستیم که انسان خدا انسان رو مثل خودش آفریده یا خود انسان شبیه خداست. مثلا لیس کمثله شیء، خدا شبیه نه انسان نه دیگر موجودات. بعد ضمناً یه تک مضراب های وسط سخنانش در این فصل میزنه که به اون تک مضراب ها ما پاسخ میدیم. مثلا اینطوری گفته: حیات در بدایت خود یک یا چند شکل بیش نداشت. یه شکل خیلی ساده بود، اما با گردش زمین مطابق قانون ثابت گرانش از شکل‌های چنان ساده بی نهایت شکل زیباترین و شگفت‌ترین جانداران تکامل یافته پیدا شدند. خیلی خوب. در بین فلاسفه ما رسم میگن الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، یعنی یه موجود واحد و کاملا بسیط اگر چیزی ازش صادر بشه باز واحد و بسیطه.
زاده واحد واحده. حالا در موجوداتی که صادر میشه ازشون تولید میشه اینطوریه، در هر موجود اینطور نیست. اینجا که این آقا گفته که حیات اولیه شکل ساده ای داشت، بی خود بی جهت که حیات یه مرتبه صدها و هزاران شکل گوناگون و زیبا نمیشه. طبیعت تأثیر میذاره رو او و او هم استعداد تکثیر و تأثیر پذیری داره. دو چیزه. طبیعت هم با یک عامل تأثیر نمیذاره. یه عامل اثر بکنه روی یه موجود، باز نتیجهش همیشه یکیه، چون همیشه اون یه عامل اثر میذاره، بنابراین همیشه نتیجهش یکیه. موجود استعدادهای فراوان داره، عوامل مختلف دخالت میکنن. خب اگر این عوامل همه قانونی باشن، معلوم میشه که اون موجود رو توی کارخانه فرستادیم، کارخانه دقیق که این موجود رو به شکل‌های مختلف در میاره. یعنی نظام عالم یه نظامی است که اون موجود حیاتی رو استعدادهای مختلف بهش داده و روش تأثیر میذاره، بدون تصادف رو علت و معلول هزاران شکل از اون میسازه. نتیجهش چیه؟ نتیجه اینکه کارخانه نظم داره و این موجود هم خودش استعداد داره، استعداد تغییر پذیری داره. دو مرتبه سوال ما مطرح میشه، اون کارخانه با اون نظمش از کجا پیدا شده؟ این نظم چطور در این کارخانه پیدا شده که تونسته روی موجود ساده‌ای تأثیر بذاره، هزاران شکل‌های متنوع و معقول و حکیمانه درست بکنه، غذاهاشون رو تهیه بکنه براشون، اگه مثلا اکسیژن لازم دارن اکسیژن بهشون برسونه، تولید اونا رو وادار بکنه تولید بکنن به شکل‌های مختلف، غرائز بهشون میده که با اون غرائز احتیاجاتشون رو تأمین بکنن. یعنی کاملا مدبرانه با این موجود ساده بسیط داره رفتار میکنه، در حالی که معتقد باشیم اون طبیعت هیچ تدبیری نداره، هیچ هوشی بر او حاکم نیست و این نظام از کجا پیدا شده که اینطور تأثیر میذاره. مثل که شما بگی که یه فلز ساده رو ما فرستادیم توی کارخانه، صدها هزار شکل از ظروف مختلف، اختراعات گوناگون، ساعتها و کامپیوترها داد بیرون. نمیتونیم بپرسیم که این کارخانه رو که اینطور تنظیم کرده که موجود ساده اینطور عرض کنم که موجودات بده بیرون، در حالی که خود این کارخانه شعور نداره. بنابراین باید یه نقشه کش، یه طراح، یه باشعوری پشت سر این کارخانه باشه که اینو تنظیم کرده که اینطور هدفداری به کار میبره. بنابراین ما نتیجه میگیریم آقای داوکینز سطحی نگره، به طبیعت نگاه میکنه بدون اینکه تعقل بکنه منشأ این نظام طبیعت کجاست. یعنی فکر فلسفی نداره، فقط فکر علمی داره که مبتنی بر حس و تجربه و آزمایش اینهاست. بعد میگه به ندرت پیش میاد که دینداران به علم بنگرن. علم یعنی چی؟ یعنی علم تجربی، یعنی علومی که از طبیعت مقتبسه. یعنی در واقع به ندرت اینها به طبیعت توجه میکنن. بله این مال ایدئالیست های مسیحی است که رفتن جهان خارج رو منکرن، همش تو ذهنیات خودشون یه چیزایی میسازن، مثل کشیش برکلای و نمیدونم امثال اینها. اما قرآن شما نگاه کن، دائما اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. بگو بنگرید در آسمان ها چیست، در زمین چیست. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، زیر پاتون نگاه بکنید. سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، در زمین سیر بکنید ببینید ابتدای آفرینش چگونه بوده، چجوری خلقت شروع شده، با آسمان ها نگاه کنید. بعد میگه مادی ها
کیهان رو بزرگتر از چیزی میدونن که رسولان به ما گفتن. بله ممکن در مذهب خرافی یهود که تحریف شده است یا در مذهب مسیحیت که خدا رو در یه هیکل انسانی جا دادن اینطور باشه، ولی شعار انسان الله اکبره و تفسیرش رو علمای اسلام کردن، یعنی الله اکبر من ان یوصف، خدا بالاتر از این است که به وصف درآید، ولی طبیعت وصف میشه. بنابراین خدایی که ما معتقدیم خیلی از طبیعت شما بالاتره. هر چقدر طبیعت رو با عظمتش تو دوربین‌های نجومی نگاه کنیم، باز شعارمون این است که الله اکبر، خدا از همین هم بالاتره. شما توی محیطی بودی که خدا رو آدمک کردن، آدم ساختن از خدا، یهودی ها یا مسیحی ها به شکل انسان درش آوردن. بله این جهان عظیم و بالا بزرگ وسیع‌تر از اون تصوراتی است، اما دین اسلام که چنین چیزی نگفته. شما قیاس جزء به کل میکنیم. بعد میگویند که عظمت کیهان را در پرتو علوم مدرن در میابند و میتوانند چنان کرنشی نثار کیهان کنند که ادیان سنتی به گرد پایشان هم نمیرسد. یه دانشمند که این جهان عظمت رو میبینه چنان کرنشی میکنه که ادیان سنتی، به عکس اون دانشمند با همه عظمت میگه ای جهان با عظمت، ای خورشید عالم افروز، ای ستارگان، شما بی شعورید، بی هدف آفریده شدید، هدفی در خلقت شما نیست، معلوم نیست سرانجامتون چه خواهد شد، معلوم نیست آغازتون چی بوده، بدون آگاهی، بدون شعور، بدون هدف پدید آمدید. این کرنشه در صورتی که مادی باشه. کرنش اون کسی میکنه میگه این باغ در عین زیبایی چه باغبان ماهری داشته که این گلها رو، این درختان میوه رو غرس کرده و آبیاری کرده. و اون کسی میتونه عالم رو عظیم ببینه که پشت سر این عالم یک نیروی قدرت و علم بزرگتری ببینه که همونطور که اینشتین گفت که این عالم با همه عظمتش از تجلیات اوست، ولی یه عالم کر و کور مرده بی هدف اینطوری میبینه. خب بله دراز و بلند و دراز، بله، اما عظمت فقط تنها عظمت یه مفهوم و معنای معنوی است، یه مفهوم معنوی است. ولی میشه گندبینی کرده. عظمت یه مفهوم دیگه ای داره. باز رفته بر سر موضوع اینشتین. این فصل بیشتر راجع به اینشتینه. میگوید که تقسیم بندی کرده یه دسته ناتورالیست هستن، طبیعتگرا از نظر اونها. میگه فیلسوف طبیعتگرا به کسی به بی خدا میگویند که معتقد باشد فراسوی جهان طبیعی فیزیکی هیچ چیز وجود ندارد و هیچ هوش آفریننده فراطبیعی برای جهان فیزیکی طبیعی نهفته نیست. این ناتورالیسته، یعنی به اصالت طبیعت معتقده و فراتر از این عالم طبیعت هیچ هوشی، درکی برای این عالم معتقد نیست. ما با یک برهان بسیار ساده این نظر رو رد میکنیم. اون برهان اینه: شما ملاحظه فرمایید که این قبیل دانشمندان معتقدند که انسان دارای روحی مستقل از بدن نیست، بلکه این شعور و اراده و فکر رو که اسمشو مجموعاً روح میذاریم،
این نتیجه ترکیبات شیمیایی و فیزیکی، رابطه های فیزیکی و ترکیبات شیمیایی دقیق بدن و مغز انسانه. خیلی خوب. بنابراین اینا اقرار کردن وقتی که ماده یک نظم بسیار پیچیده و دقیقی پیدا کنه، شعور تجلی میکنه، آگاهی و اراده پیدا میشه، فکر و اندیشه پیدا میشه. خیلی خوب. حالا ما از اینا میپرسیم که جهانی که این موجودات با شعور را آفریده و این ترکیب پیچیده رو به اونها داده، خودش ترکیب پیچیده نداره؟ خودش یه چند تا عوامل ساده است. چند تا عوامل ساده میتونن یه کامپیوتر بسازن، یا باید یه عوامل خیلی پیچیده‌ای اون کامپیوتر پیچیده رو بسازن؟ چند تا پاره آهن میتونن عرض کنم که با هم ترکیب بشن مثلا یه کامپیوتر بسازن؟ نمیشه که. بنابراین خواه ناخواه باید معتقد بشه اون طبیعتی که این موجودات پیچیده رو میآفرینه که در نتیجه شعور پیدا میشه، خودش هم از نظم پیچیده‌ای عرض کنم که بهره برداری کرده، برخورداره. بنابراین اون طبیعت هم هوش داره، اراده داره، شعور داره. چون شما شعور رو در پیچیدگی نظام میبینید. مثال بزنم، فرض کنیم یک کارخانه است که رادیو میده بیرون، میسازه و این حرفا. این رادیو یک نظام خیلی پیچیده‌ای داره، امواج رو میگیره و منعکس میکنه و اینها، دستگاهی است به هر حال منظم. آیا ما میتونیم بگیم که اون کارخانه خودش هیچ نظم نداره، یا چند تا نظم ساده در اون هست، چند تا فلزهای ساده‌ای در اون هست و این فلزها عرض کنم که این رادیوی بسیار دقیق رو در اثر ترکیب با هم میسازن؟ نه، اونجا باید عواملی که در این رادیو هست اونجا باید باشه. نظمی که اینجا ایجاد میشه اون مبدأ این نظمه، از نظر تناسب‌های با هم، ارتباط‌های با هم، قوانین حاکمه بر اونها، اونجا هم دقیقاً باید باشه و عالی‌تر باشه تا حاکمه بر اینه. بنابراین شما که میگید شعور و اراده و اندیشه نتیجه ترکیبات دقیق ماده و روابط اونهاست با هم، این میلیون ها شعور و مغزهای متفکر رو این طبیعت آفریده به قول خودتون، و اون نمیتواند بی شعور باشه، چون نمیتواند بدون نظم پیچیده باشه. با یه نظم خیلی ساده‌ای نمیشه عرض کنم که کامپیوتر درست کرد. و پشت سر کامپیوتر یه نظم پیچیده‌ای باشه که فکر و اندیشه بشر مثلا بوده، اونجا هم همینطوره. بنابراین خواه ناخواه باید. منتها شما رفتید بر سر این که اینها معتقدن ناتورالیست ها هیچ شعور و اراده‌ای در این عالم نیست. بعد میاد رو دسته دیگه، میگه یه دستهشون میگن شعور و اراده‌ای در عالم هست ولی کاری با کار ما نداره، نه به دعاهای ما کار داره، نه به احوال بشر کار داره. این هم یه دسته دیگه اینو میدونه. اینم باید جواب بوعلی سینا رو بهشون داد. ابن سینا در کتاب نجات گفته که اون عاملی که کف پای ما رو منحنی آفریده، با اینکه ما اگه مسطح هم بود کف پامون میتونستیم حرکت بکنیم، راه بریم، منتها بهتر راه میریم. اون عاملی که به ما موجه داده که در اثر نور ما جلوگیری میکنیم با بستن چشممون، یا ابرو داده اخم میکنیم نمیذاریم که سایبان بسر داده که اگرم اینا نداده بود باز چشم ما میدید. حالا فرض کن دستمون جلو چشمون میگرفتیم جایی. حتی این جزئیات ما رو توجه داره، چطور به مغز و روح و فکر ما که مهمترین عضو ماست توجه نداره و در صدد هدایت اون نیست و بی توجه عالم رو ترک کرده. علم به کلیات عالم داره نه به جزئیات. این جزئیات رو ساخته، چطور بدون علم این جزئیات رو ساخته؟
دو تا گوش حتی داده که از طرف چپ ندا آمد بشنویم، از طرف راست ندا آمد بشنویم. اعضای مختلف داده، یه دست مثلا نداده، یه پا نداده. با یه دست نمیتونستیم زندگی بکنیم. حتی تزیینات ما رو این جزئیات هم بهش توجه کرده. بنابراین یک هوش و اراده‌ای حاکم بر عالم بدونیم که هیچ کاری اصلا به موجودات نداره، این مخالف با این ریزکاری هایی است که او کرده. یه مورچه ساخته که اگه اون پوسته مغزشو برداریم از یه خشخاش مغزش کوچکتره، ولی اگر فاصله از مثلا فرض کن سوراخش پیدا بکنه و یک جسد سوسک مرده‌ای مثلا اونجا افتاده باشه و نتونه این رو یک تنه حمل بکنه، میاد اینجا دم سوراخش سر تو سر رفقاش میذاره، آدرس اونجا رو میده. میبینین پس از مدتی یک سپاه عظیم حرکت کرد به طرف اون و دور اون سوسک رو گرفتن و دارن حمل میکنن رو شانه های خودشون و میکشن میارن، عرض کنم که تو لانه که غذای مثلا زمستانیشون باشه. این درک و این شعور و این ارتباط و یه سر به سر رفیقش میذاره، آدرس میده، خیابان پنجم دست چپ در اول، اونجا اون سوسک عظیم افتاده، یالا بریم. خب اون هوش طبیعی که اگه شما بهش معتقد باشید که این جزئیات رو اینطور داده، ما چطور میتونی بگی که به مغز و فکر بشر که این همه عظمت بهش داده که میتونه جهان به این عظمت رو درک بکنه هیچ توجه نداره؟ اصلا اراده خودشو در بسیاری از مواقع نشون داده. مولوی شعری داره میگه که خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. وقتی اون آقا بیل داده دست نوکرش و زمین رو بهش نشون داده، حرفم نزنه معلوم مرادش، یعنی زمین رو بیل بزن، شخم بزن، میخوایم بذر بپاچیم، میخوایم فرض کنیم کاری بکنیم در این زمین. اگه از ادیان هم حتی صرف نظر بکنیم، این که میبینیم اون هوش عظیم طبیعت مرد آفریده، زن آفریده، در حیوانات نر و ماده آفریده، یعنی ازدواج رو برای تکثیر نسل امضا کرده، یعنی گفته فنکحوا، ازدواج کنید. همین سخنه، لازم نیست که صدا شما بشنوید. در قرآن گفته و کأی من آیة فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چه بسا نشانه های زیادی در آسمان و زمینه که خدا با شما داره حرف میزنه، ولی مردم گوششون کره و اعراض میکنند و توجه به اونها نمیکنن. سخن حتما سخن وحیانی نباید باشه، سخن تکوینی هست. وقتی که خداوند این همه ارزاق مفید که دارای انواع ویتامین هاست که برای بدن آدم لازمه گذاشته، از طرفی هم اشتها به ما داده، یعنی کلو واشربو، بخورید بیاشامید، در واقع داره با ما حرف میزنه. این همون مطلبی است که از سقراط نقل میکنن که یارانش گفتن اگر اون خدا هست چرا با ما صحبت نمیکنه؟ گفت شما گوشاتون رو باز کنین، اطراف رو نگاه کنین، خدا داره با شما حرف میزنه. تنفس کن، آب بخور، غذا بخور، ازدواج کن، عقل به تو داده، عقل تو به کار بنداز، مبادا تو چاله بیفتی، چشمتو باز کن، از تجربیات زندگیت استفاده کن. تکلم کردن، رابطه برقرار کردن همیشه رابطه صوتی نیست که. بله. نوشته به نظر من ایده وجود خدای شخصوار کاملا غریب و حتی بدوی می نماید. وحشیانه است یه خدای شخصوار. از قول انشتن آورده،
اینشتین اینجا خدا رو منکر نشده، یه خدای شخصوار رو که ادیان تحریف شده مسیحیت و یهودیت درست کردن داره انکار میکنه. تو اون محیط بوده. نقل قول خوبی از اینشتین کرده در این که میخواد بگه اینشتین به خدا معتقد نیست، با اینکه به خدای شخصوار معتقد نیست. میگه اجازه دهید دین اینشتینی را در یک نقل و قول دیگر از خود او خلاصه کنم. در صفحه 17 این آقا نویسنده میگه دینداری همانا درک این نکته است که چیزی فراسوی همه چیزهای تجربه پذیر هست. چیزی فراسوی همه چیزهای تجربه پذیر هست. پس اون تجربه پذیر نیست اون چیز که فراسوی اونهاست، که ذهن ما نمیتواند دریابد و زیبایی و ظرافتش تنها به طور غیر مستقیم و به سان تأملی ضعیف بر ما ظاهر می شود. به این معنا من دیندار هستم. ملاحظه فرمایید، نقل قول خوبیه. میگه تجربه پذیر نیست ولی طبیعت تجربه پذیره. تمام علوم با تجربیات که تو طبیعت دارن، حتی داروینیسم عرض کنم که سرکار دارن. درسته؟ این میگه چیزی فراسوی همه چیزهای تجربه پذیر هست که ذهن ما نمیتواند اونو درک بکنه کاملا و زیبایی و ظرافتش تنها به طور غیر مستقیم به ما میرسه، یعنی با تجلی او در عالم. بالاخره ایشون هی گفته اینشتین بی دین بوده و اینشتین بی خدا بوده و یه جا که دیدیم داره ثابت میکنه که اینشتین خدای انسانوار رو قبول نداره. اینجام طوری میگه که عرض کنم که اینشتین یه خداپرست واقعی بوده. اگه اینطور به خدا معتقد بوده، خدای اسلام همینه که این داره میگه، نه انسانواره نه خود طبیعته، بلکه فراسوی تجربه است. او رو نمیشه تجربهش کرد، یه امر مادی نیست که بیاریم تو آزمایشگاه. بعد میگه من تنها درباره خدایگان فراتبیعی سخن میگویم، خدایگانی که معروف ترینشان نزد خوانندگان این کتاب یهوه خدای عهد عتیق است. بله، یهوه خدای عهد عتیق خدای فراتر از طبیعته، ولی آدمکه پشیمان میشه از اینکه چرا خلقت آفریده، انسان به صورت خیش آفریده، خودش هم انسانواره، میاد پایین میره بالا، با یعقوب در فنیئیل کشتی میگیره، تا صبح مشغول کشتی میشه و کف ران یعقوب رو چون که در سفر تکوین آمده لمس میکنه و کف پای یعقوب در کشتی با او به درد میاد و یعقوب لنگ لنگ میزنه صبح که از اون میدان رزمگاه با خدا بیرون میاد. بله، چنین خدایی رو میخوای انکار کنی، منم انکار میکنم. قرآنی هم که میگه لیس کمثله شیء، قرآنی که میگه و هو بکل شیء محیط، قرآنی که میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، قرآن هم اونو رد میکنه. بنابراین تو یه مذهب رو تخطئه میکنی، نتیجه میگیری همه مذاهب باطلن، چون اطلاع از اسلام درست نداری. یه حرفای پراکنده شنیدی، قرآن شناس نیستی. بخش دوم این فصل راجع به احترام ناسزاواره. از اینشتین که میگذره و هی نقل قولهایی میکنه اینها، وارد این میشه. ایراد میکنه که چرا مسلمان ها یا مسیحی ها دیندارها وقتی که به شخصیت های مذهبیشون توهین میکنن اینا برآشفته میشن. در اینجا ما چند جواب بهش میدیم. یکی این که اولا توهین غیر از برهانه. چرا تا حالا
آقای عرض کنم که داوکینز چرا شما رو ترور نکردن؟ چون شما مثل سلمان رشدی توهین نکردی، کتابی نوشتی به زبانهای مختلف ترجمه شده، الانم جلوی منه که مسلمان هستم دارم به پاسخ میدم. لا یفلح الحدید الا بالحدید. آهن باید با آهن یا با فولاد حتی جواب داد. شما جواب مطلب نوشتی، مسلمان هم شما جواب دی. چه لزوم داشت شما اینجا فحش بدی، توهین بکنی، کاریکاتور بکشی از ما؟ اون تحقیره، اون ردیه نیست، اون نقد نیست، نقد علمی نیست، اون تحقیره، اون یه نوع فحش دادنه. خب کسی به شما هم فحش بده؟ انسان که یه عنصر نیست که، انسان احساسات هم داره. یعنی شما میخوای بگی ما تمام عاطفه هامون از وجودمون بیرون بریزیم تو صحرا، فقط بشیم فکر و اندیشه؟ خب انسان عاطفه هم داره. وقتی که به یک کسی باور میکنه روی تعقل و اینها، بعد یواش یواش علاقه‌مند به اون میشه. اگه کسی بخواد من از باور به اون نجات بده، باید اون دلایل منو نقض بکنه، نه اینکه ما احساسات و عواطف منو بکوبه، منو تحقیر بکنه، منو کوچک بشمره. طبعا منم برانگیخته میشم. حالا قرآن چی میگه؟ قرآن میگه در سوره تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. میگه به معبودهای کافران هم شما ناسزا نگید. اون نتیجهش این میشه که احساسات اونا تحریک میشه، اونا هم به خدای شما روی نادانی عرض کنم ناسزا میگن. بنابراین ناسزا نگیم، دلیل بیاریم که آقا این معبود تو، این بتی که ساختی، تو ساختی او رو، اون تو رو نساخته. نه شعوری داره، نه بینش داره، نه آگاهی داره. چرا این پرستش میکنم؟ طوری قرآن بارها دلیل آورده. اتعبدون ما تنحتون، آیا عبادت میکنین چیزایی که شما ساختین، درستش کردین، نه اینکه اونا شما رو ساخته باشن. و الله خلقکم و ما تعملون، در حالی که الله هم شما رو آفریده، هم اون سنگ و چوب ها و اینها رو. بنابراین ایشون انتظار داره که تمام این یه جواب. ما میگیم آقا چه لزوم داره شما توهین بکنید؟ یا امثال از سلمان رشدی دفاع کرده، از کسانی که کاریکاتور محمد صلی الله علیه و آله رو کشیدن دفاع کرده. خب اگر این آقایون کتاب می نوشتن به این دلیل آیات قرآن با علم سازگار نیست، باطله، وظیفه مسلمان اون که پاسخ بده، پاسخ هم میدادن. این همه مسیحی ها مذاهب دیگه نوشتن، مسلمان هم جواب دادن. ماتریالیست ها نوشتن، مسلمان هم جواب دادن. اون هنگامه کی در پاکستان و جاهای دیگه به پا شد؟ وقتی که توهین شد به پیغمبر، نه اینکه دلیل بیارن. توهین شد یعنی احساسات و علاقه اونها رو به یه شخصیتی جریحه دار کردن. اگر شما بری تو خیابون بگی که به پدر مادر کسی فحش بدی، حالا میگی مخصوص دینه، نه خیر مخصوص دین نیست. به پدر مادر کسی هم فحش بدی، بسیاری از مردم تحریک میشن، با شما گلاویز میشن. اما اگه بگی پدر شما در این رأیش اشتباه کرد، به این دلیل، شما خیلی ها تحریک نشن و حرف شما رو قبول کنن یا جواب بدن. عرض کنم که حداقل داوکینز در آخر این فصل میگوید که من قصد رنجاندن ندارم، همینقدر این کتاب رو نوشتم ولی فی نفسه نمیخوام کسی رو برنجانم. میگیم بله شما قصد نداری برنجانی، ولی از کسانی که مردم رو میرنجانن داری دفاع میکنی. 10 صفحه پر کردی از دفاع از اونها. آیا کسی که دفاع میکنه از کسانی که قصد رنجاندن مردم رو دارن نمیرنجانه مردم رو غیر مستقیم و ترویج نمیکنه اون کارها رو؟ خیلی ما متاسفیم که دنیای جدید خیلی از افرادش هنوز این منطقه به این سادگی رو نفهمیدن که انسان
اندیشه فقط نیست، انسان عواطف، اندیشه است، مرکب از، بنابراین حق هر قسمتی از وجود او رو باید حفظ کرد. هر قسمتیش احساساتش هم حق دارن، همطور که اندیشه و فکرش حق دارن. سوال دوم، یعنی جواب دوم ما اینه که در هر آیینی مردم مختلف هستن. مگه ماتریالیست ها همه یه جورن؟ شما میگی من یه آدم فرهیخته و اخلاقی هم هستم در این که بی خدام، خودش این ادعا رو داره. خب آیا همه بی خداها فرهیخته و اخلاقی هستند؟ به فساد اخلاق و عیاشی و هوسبازی دست نمیزنن؟ نه، همه یه جور نیستن. خود تو میگی که مسلمان ها هم یه جور نیستن، پس چرا به اسلام حمله میکنی؟ اگر تعلیم اسلام یکی بود همشون باید در این قضیه همه یه جور باشن. ببین چی نوشته. نوشته این موضع که در تقابل با منش رهبر سابق مسلمانان بریتانیا زنده یاد دکتر زکی بدوی فضاحتبار جلوه میکرد. یعنی این کار اونها در برابر رفتار این آقای دکتر بدوی افتضاح بود، این کارهای مسلمانای تون رو. چرا که دکتر بدوی به سلمان رشدی پیشنهاد داده بود که در خانه او پناه گیرد. پس خودت تو میگی اونم مسلمان بوده، رهبر مسلمان ها بوده، گفته بیا تو خونه من زندگی کن فعلا تا تو رو نزنن بکشن. خب شما چی میگی اینجا؟ اگه اسلام مطلقا گفته بود که هر کسی که توهینی کرد باید فوراً کشته بشه، دکتر بدوی چرا این کار کرد؟ میگه رهبر مسلمانان. پس بین مسلمانان آراء مختلف هست، همطور که شما مادیین هم تیپ‌های مختلف دارید، همتون یه جور نیستید که. هر مادی فرهیخته است و طرف فساد هم نمیره. خیلی هاشون طرف فساد میرن، عرض کنم که میگن مسئولیتی ما در برابر خدای کسی نداریم، هر کاری میکنن. اینا همش بحث‌های تبلیغاتی است، نه منطقی، چون همین ایرادا به خود شما هم وارده. میگه من موافق رنجاندن یا آزردن هیچ کس صرفاً به قصد رنجاندن او نیستم. دلنگرانی و تشویش من از امتیازات نامتناسبی است که در جوامع سکولار ما به مذهب اعطا می شود. خب معلومه وقتی که یک جامعه اکثرش مذهبی هستن، اون اکثریت به اصطلاح امتیازاتی میگیرن، در مجلس نمایندگان اونها پیروز میشن، دولت از اونها انتخاب میشه. در روسیه شوروی، نه روسیه فعلی که به اصطلاح رسمیت با مادیگری و ماتریالیسم بود، اونجام در مساجد رو بستن، اونجام کلیساها رو تعطیل کردن، اونجام روی مذهبی ها فشار آوردن و نیرو با مادی ها بود. نمایندگان ماتریالیست در مجالس غلبه داشتن. این بدیهیه، تو هر جامعه اینطوری. این اختصاص به مذهبی ها نداره که شما بگید چرا برای مذهبی امتیاز خاصی قائلن. تو جامعه‌ای که غیر مذهبی باشه مثل چین، این امتیاز برای مذهبی ها نیست. بله، بنابراین این حرفایی که داوکینز میزنه تمام به خودش هم برمیگرده، این اشکالات، و اینا ما اسمش رو گذاشتیم دعوت تبلیغاتی. در واقع برهانی نیست اینا، منطقی نیست اینا. این فصل با همین قضایا تعطیل تمام میشه. یعنی یه قسمتشو مربوط به انشتن کرده، قسمت دیگرش مربوط به همین اعتراض به این که چرا مسلمان ها در برابر توهین ها برانگیخته میشن اینها، و لابلاش هم یه تک مضراب های زده که اون تک مضراب ها رو هم جواب دادیم. فصل بعدی که عرض کنم که تحت عنوان فرضیه وجود خداست که فصل دومه، در انشالله سخنرانی آینده
تحلیل میشه و ما پاسخ میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.